پیغمبر و سرداری جوانای اهل جنت خواند. از این لحاظ برادران، حضرت علی رضی الله عنه بسیاری از سخن زیبا گفتند که برای دنیای ما و برای دین ما 4 چیز بسیار مهمه. اگر همین 4 چیز رعایت نشود، مردم مسلمان نه دنیاش تنجه نه دینش. اگر همین 4 چیز رعایت نشود، ما برادرای عزیز در دنیامون هم نداریم همو کیفیت یا راحت و همچنان در دینمون هم با مشکلات‌های زیاد روبرو میشیم. حضرت یکم چی گفتن؟ یکم گفتن مادام الفقراء لا یبیعون آخرتهم بدنیاهم. یکم چیزی که حضرت علی برای دنیای ما و آخرت ما یا برای دین ما و دنیای ما تاکید کردن و سبب‌های خلل پیدا شدن در دین و دنیای ما می شود، گفتن این است که وقتی آدمان کم بضاعت، آدمان نادار، آدمان دستنگر برای پیدا کردن دنیاشون آخرتاشون بفروشن، یعنی در نزد مردمی که کم بضاعت فقیره، وقتی دنیاش مهمتر شد و در دینش، در اعتقاد دینیش وقتی که اهمیت نداد، یک سببی گفت، یک سببی دنیا و دین شما را در حالت ناگوار قرار گرفتنش انامین ها هستن. گفت برادرای عزیز و گرامی، حقیقتا اصلا در فقر زندگی کردن کاری مشکله. همین ماه رمضان هم گذشت، ماه مشکل بود روزه داشتن، ولی برادرای عزیز پاداش هم بزرگه. بین جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگفت اللهم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا و احشرنی فی زمرة المساکین. خدایا حیات مرا حیات مسکینانه بگردان، ببینین، و وفات ما هم وفات مسکینانه بگردان و روز قیامت هم مرا از بین آدمای مسکین سر برداشتن موفق بگردان. یا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که الفقراء یدخلون الجنه قبل الاغنیاء ب500 سنه. و 500 سال پیش از آدمانی که امکانیت داشتن در دنیا، فقیرها میگه داخل جنت میشوند. لیکن برادرای عزیز، گفتی خواجه حافظ گر رنج پیش آید و گر راحت حکیم، نسبت مکن بغیر که اینها خدا کند. اگر سختی میبینی، ناداری میبینی، مشکلات میبینی، فقط اعتقادی همین باشد که این نزد خدا. اگر با همین عقیده میگه زندگی کنی، انشاءالله همین حدیثایی که ما قبلا خواندیم تو همین درجه و همین مقام میگیری. لیکن اگر فقیرهایی که در دنیا برادرای عزیز برای به دست آوردن دنیاشون یا برای از همین حالت تیزتر برآمدنشون دین فروشی کنن یا اینکه در مقابل دینشان خب سخنهای بسیار بیجاگویان، حضرت علی گفت یک سببی همین دنیای مسلمان و دین مسلمان که بسیار بسیار ناگوار دلگیر میشه مسلمان، یک سببش میگن میوای وقتی دین فروشی در عوض دنیاشون شود. دویم برادر عزیز، مادام الجهلا یستکبرون عما لم یعلمو. حضرت علی گفتن
مادامی که آدمان به علم بین در گرد علم بحث و مناظره کنن یا از علم بحث و مناظره کنن. آدمی که علم نداره، سواد نداره، جهل داره و ولی بازم به علمیش که او باید مثال یک مهری بگیم سکوت یک خاموشی را برای خودش اختیار کنه، نه، بلکه تمام مسئله و مسائل خوب در دست خودش میگیره. حتی اگر اهل علم هم که باشد از اهل علم هم دیگر اجازت هم نمیگیره، با اهل علم هم مقصد هیچ وقت اهمیت هم نمیده، بلکه همون بحث و مناظره در دست آدم جاهل میغلطه. وقتی آدمی نادان که خب مسئله را حکم شکی برآورد، وقتی آدمی نادان که مسئله و مسائل به دست خود که گرفت، خیلی که الله داناه که دیگر در او بگیم دیاره یا در او زمانه یا در او محفل خب چی به وقوع میآید، چی مثال بدبختی ما را انتظاره. حضرت علی گفت دویم چیزی که سبب ناگواری دنیا و دین مسلمان انمی نفرهایی هستند که به علمنو ولی همه بحث و مناظره در دست همونا هست. سیوم برادر عزیز، خواجه حافظ یک چی دارد که در مصرعهای انا در کلیاتش خواجه حافظ میاره، میگه ابلهان را همه شربت ز گلاب قند هست، قوت دانا همه از خون جگر میبینم. ببین ابلهان را همه شربت ز گلاب قند هست، قوت دانا همه از خون جگر میبینم. سیوم حضرت علی میگد که مادام العلماء بین لا یعلمون بما علمون، مادام که سیوم چیزی که سببی بگیم ناآرامی ما در دینمان و در دنیا مانه، یعنی دنیا و دین ما را اینها مقصد خیلی خلل پذیر شدگیان. اگر دو تاش فهمیدیم خب یک تاش فقیرهایی بودن که دینهاشون یا بگیم دینشون به دنیا عوض کردن، دویمش جاهل ها گویم سر قدرت آمدن بگیم یا مثال مسئله و مسائل به دست گرفتن. سیوم عالم هایی که میدانند میفهمند ولی در دانستگی و در میفهمیدگیشون عمل نمیکنن. ولی در حیات حضرت ابی دردا خواندم. حضرت ابی دردا برادر عزیز یکی از صحابه جلیل القدر پیامبر بود. خودش میگه این اخشا من ربی یوم القیامه، من روز قیامت شوه از الله که خالق من است، من از او یک سوال بسیار میترسم. برادرات صحابه ای که بشارت به جنت دارن میگه از یک سوال الله مهربان در روز قیامت میترسم. او چی سواله؟ فیقول الله یا ابی دردا فاقول لبیک یا ربی. روز قیامت شوه و خدای مهربان میگه ای ابی دردا، من بگم لبیک پروردگار. بعد از طرف الله مهربان به من خطاب شود، سوال شود هل عملت بما علمت، آیا با آن چیزی که علم داشتی عمل کردی و نکردی؟ از همین سوال الله مهربان من میترسم. حقیقتا برادران عزیز جای ترسم هست، جای ترسم هست. برای چی ببینید که آیات های قرآن مخصوص لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون.
چقدر مشکله برای کسی که دانه او ولی برادر عزیز به دانستگیش عمل نکنه. سیوم چیزی که در دنیا و دین ما برادرها ببینین چقدر ممکن بگیم بدبختی میاره، سختی میاره، همین است که وقتی که میگه عالم ها در علم عمل نمیکنن. چهارم چیزی که برادر عزیز در دین و دنیا حضرت علی رضی الله عنه گفتن مقصد خلل وارد میکنن یا اینکه بسیار ناراحتی و خوبی نه دین ما نمیبینیم نه دنیا ما نه، اینها که هستن مادام الاغنیا یبخلون بما خولوا. ببین چهارم مادامی که ثروتمندهای ما پولدارای ما در آن ثروت، در آن سرمایه، در آن ذخیره که دارن در او بخیلی میکنن، یعنی سخی نیستن. ببینیم برادر عزیز، یعنی از زمره آدمانی که گوییم که مال خودشه در خدمت دین یا در راه دین یا همچو عنوانی فلانی نامش بسیار بسخیگی، بسیار یک آدمی که خدا برکتش دیه، مقصد بسیار آدمی دستگیره، با این نامها مقصد او معروف نیست. با یک آدمی هست که بسیار ممسکه، بسیار مرده، بسیار بخیله، مقصد از او هیچ کس برکت نیافته است. ولی یکی از همین بگیم عنصرهای منفوره که در همین مردم، در همین مردم سخاوت پیش، همین مردم پولدار پیدا شده است، از همین سبب آن است که دست همین کم بضاعت فقیرها را نمیگیرند. برای همین مردم فقیر و مردم نادار بعد این طبقه مردم ثروتمند بعد میبینن برادر عزیز. ولی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه خصلتانی لا یجتمعان فی مؤمن. اگر آدم ایمان کامل داشته باشد، همین دو خصلت در کسی باشد، پیامبر گفته است من اتعادیش کنیم گارانتی نمیتونم که وای مؤمنه. یعنی در مؤمن بدن او گارانتی نیست. اگر دو چیز در هم آدم جمع شود، یک تاش میگه سوء الخلق، دیم البخل. در کدام انسانی که اگر بخیلی باشد، دوم اخلاق بد، اخلاق رذیله داشته باشد، همین دو چیز در کسی باشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است که یعنی در ایمان داشتن او آدم الک شبهه هست. در مؤمن این خیل مقصد عمل هیچ وقت باید جمع نشود. از این لحاظ برادر عزیز و گرامی، چهارم چیزی را که حضرت علی گوشزد کردن همین است که وقتی که ثروتمندهای ما چیکار کنن، دست یک بیچاره و ناتوان بگیرن. ولی یک قصه هست